وقتی خوجان اومدن دعا دادن سلام گفتن، اون کس هم تمامی دنیا گشتگی، اون کس پاچشون گرفتگی، من پاچم موندگی، کجای رفته باشن من رفتگی، خدا باشکن دعاشون من گرفتگی. بعد یه وقت شدیم من گفتم استاد شما یک جا رفتگیتون نه. بچم کجا؟ گفتم امریکا دیدید 10 بار 20 بار، ژاپن رفتید، تایلند رفتید، ایران، افغانستان، هندوستان، اینجا همه یک گشتید. مچوی کوهی برفتگیتون نه. گفتم راست بچم. گفتم با ماشین بشینوندم گلنظر کلدی گیمنی ملی سرودی ملی نویستگی آدمه گلنظر کلدی استاد جربیم رودو من اکی علی جون عبدالرحمن شدیم پشتی ماشین یک طبق چوبین گرفتم کارد گرفتم پامیدور بادرینگای کلان کلان روزوی خوشلو گرفتم زیلین چکه مایده چایده گرفتم رفتیم. همین عینک گذاشتیم رفت شدیم یک جا رفتیم پر اومدیم در اومدیم مسجد رفتیم اکو تو مدرسه چند کیلومتر دیگه. بابا جون دنوم تومرم 70 کیلومتر دیگه روید مچه هم مدرسه همون جنده خای با 70 کیلومتر اومدیم با یه مرده داشتیم اکو تو مدرسه چند بابا همین 70 کیلومتر روید تو مدرسه میره. اینا هر دوشون بیهوش شدن قریب هم از این هم لبلای بای رفتیم جاری دریو کوه همین به کارتشکا کوردگی به اونجا جنت ده مسجد همه جو آب همین اومد دریاها اومد سن خیلی یک جای بهشتی. خلاص که رفتیم رسیدیم ای بلاش شگیرم بای عزت بینید بای حرمت بینید نون امان وزبین ده نون دو روز به 11 تا گوسفند کشتن مون با من با 3 تا همینه تنتنوار و دوکه با بسته پشتی ماشین بموندم که این تبرکی یک جا اومدیم راه گم کردیم یک دو راه بازدیم اینجا رویم نمیدونیم و یک تا آدم خیلی نمایان شدن اکو نازه تینجا کارو تو نزن و چکشو تو نزن من لفظی مچوی که دیگه بزنم رحمت بابا جون گفتم اکو من تومرم همین سرگی مچو رو افساده ما کدام طرف این راه رویم این راه گفتن که اولا فروید یک مهمون تون کنم بر راه نشون میتیم تو با فرو بردن با اون کسم یک گوسفند کشتن یه بیچاره و گوسفند کو دیلم سوخت هم دلی جگرش چیزا میکنن ادا تیز که کم باشه هم هنزا دیگه میگیرم میبیارن خیلی میخوریم رحمت پناهتون مخدوم رفتیم با رفتیم سرگی دریای زرافشان رفتیم هستی موسی اونجا یک بزرگوار هستن اونجا ایشون ابوالحق اون زیارت کرده همه دیده آمده ضیافت‌های خورده آمدیم. هر یک جای تاجیکستان خودش به خاص عزت و حرمتش هست. مثلا کلاب میرید هم ولکانیزاسیا به بالون ماشینتون ترن کردن در کار کمک باد زدن در کار یک پیاله چای مونه بگی خیلی بعد دعات میتیم در نام صدقه بفرا التماس بفرد میدونه که الکی شوربای طبقی قلمفرو خلانده ماندگی همین جانان کرده همین گوشتای هنوز تغنداری کلان بعضی هم شیرین میپزن شوربایی که یگان جای دنیا با شوربای کلابی برون نیست اوقات خیلی با خدا همه جا خودش بخواست سمرقند میدونید نانی سمرقند 3 سال گذردم تو قاق شدم ریزه کرده خورید با همون مزهش هست و دعای پیر رفتگی پنجکم به آش میگن آش نه پنجکم و گنبزی پروردگار وای آشی پنجکم هم جهان بنیست خیلی اسفرگی هم آش به جدای هم زور برنج دیوزیری اسفره روغن زغیری خودشون همین دین خوجم بگفتم که آش حاضر خوجندی هم از اسفرای پنجکم هم علاقه گذرانداسیم با خدا پنجکم تو اسفرگی باشن خفه شدن گیرم من فرقش نمی‌کنه راست شفتوسیم با خوجم به وای هست او تلکی چی مایده چی به گوشتارم تو میکنم بیارن که چی جزدم بول میگن می قدرت زند نانوی خوجند امروز ها دیگان جا نیست سمرقند به برابر شده است نانی خوجند به حرمت خدا هم قدر بمزه پشتش هم سوب سرخ بالاش هم سوب سرخ دستای خوجندی ها درد نبیند عمرتون دراز شود من در خدمت شما رفتنت آغازی ویرانی است حرفش را مزن ابتدای یک پریشانی است حرفش را مزن
آرزو داری که دیگر بر نگردم پیش تو، راه من با این که طولانی است، حرفش را مزن، حرفش را مزن. دوست داری بشکنی قلبی پریشانی مرا، دل شکستن کاری آسان است، حرفش رو مزن. خورده ای سوگند روز عهد خود را بشکنی، این شکستن نامسلمانی است، حرفش را مزن. خواستم دنیا بفهمد، خواستم دنیا بفهمد، عاشقم گفتی به من. عشق ما یک عشق پنهانی، طرفش رو مزن. حرفی رفتن میزنی، حرفی رفتن میزنی، وقتی که محتاج تویم. حرفی رفتن میزنی، وقتی که محتاج تویم. رفتنت آغازی ویرانی است، حرفش را مزن. دل شکستن کاری آسان است، حرفش را مزن. یک سرود آهنگ از استاد ساربان، نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام رودکی. این سرود هر یک مرد باید زوجه‌اش بخواند، یعنی زنش بخواند. مردم شیبه من تو مردم تو شیبه مردم شیبه تو مردم تو من تو مردم تو شیبه مردم شیبه. خدت از گل اشارت میکنم من، لبت از تو سغارت میکنم من. لبی تو مکه و من مردی حاجی، شبی تو یک زیارت میکنم من. شیبه مردم شیبه تو مردم تو من، شیبه مردم شیبه تو مردم تو شیبه مردم شیبه تو مردم تو.
پیدا میکنم من وصالت را تماشا میکنم من تو را گر لحظه با من گذارم خدا جان را تولا میکنم من چی بمردم چی بیه تو بمردم تو با چی بمردم چی بیه تو بمردم تو با من چی بمردم چی بیه تو بمردم تو با چی بمردم چی بیه تو بمردم تو با دل شعله‌ای صبحی سعادت بودم عاشقی احساسی بخشش های قسمت بودم در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است عشق دولت بوده است عشق دولت بوده است بسکی از پایی روان مانده و حسرت میخوریم از پایی خوبان دویدن هم غنیمت بودن آدمی بعد از زوالی عمر میفهمد که عمر یک نگاه بر آسمان با چشم حیرت بوده است عشق دولت بوده است در فلک جستم ستاره صنعت است و در زمین خشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده است بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است بهترین گنجی که گم کرده محبت بوده است عشق دولت بوده است عشق دولت بوده Kenja Boyako از قصه کوز خسته ورز شاگردم دادرکم حلیم جان دامادی حکام بختیار جان استاد صنعت رجب علی جان طلبوی ارتیست خلقی تاجیکستان راهبری موسیقی مامور جان علی جانویچ عبدالرحمن جان نواخته بیده فخردین جان تلاش شگیرم همه ما فیلارمونی دولتی تاجیکستان در خوجند نیتی کشودن داریم اینجا به تئاتر های اینجا به
همش هست. اگه فیلارمونی هم شدنش در کار. از یک جا یک پروژهش کشیده وای کردیم، بالاش به یک دامی 8 اتاجش دام میشد، یک اتاجش مغازینا میشد، دوم یکم اتاج به زلی کلان فیلارمونی میشد. خوش شد. همه اسلوبیاش کردیم. گیریم میاد نیود دوشی وای همین نازک وایاش کردیم، همون نازکیاش کردیم. چون که هر یک ولایت به من گفتم که فیلارمونی تشکیل میکنیم، البته روزگی رهبریت وزارت فرهنگ رو گرفتیم از رهبریت جمهوری هم. با همون فیلارمونی با کیها تربیت می‌یابد؟ کودکایی همین دخترچه‌ای که برام اینجا رقص کرد، دلش به هایکو زیبا امیرزاده اینجا به تشکیل کردن، گرفتم ما رفتیم با دوشنبه. اینجا استادای صنعت، افسوس که امروز ارتیست خلقی تاجیکستان استاد من، اکای من دوران جان علیمتوف از دنیای یاش رفتن. هم اکتیوری بزرگ بودن، هم هنرمندی بزرگ بودن، حافظی مشهور بودن، ارتیست خلقی تاجیکستان بودن. امروز بودگی های حرمت کردن در کار. استاد جوربک نبیوف ارتیست خلقی تاجیکستان بسیار انسانی با آداب، بسیار هنرمندی بزرگ اون کس. استاد جوربک مرادوف هم اینجا به هم دوشنبه بود. استاد کرامت بچه حاجی و اپم، عبدالجمیل جان رحیموف، ارومبک همدموف، عبدالرؤوف عالیموف، تلقین جان تاجبایوف، دیگر هنرمندایی که هستن امروز، امیر سلیم اشوروف، این بعد اینا جوانای دلبرداری کردن در کار. شما آدمای بزرگ. ما دوشنبه همین خنوکی هوای خنک به آمدگی شما من گفته آمده، من همین 2 ساعتی وقتتون زیادتر که من گذراندیتم. سری من آسمانی حاضر نمیدونم کجا با. برای چی؟ برای اونکه شما بزرگ، خلق بزرگ است. سیدا میگوید که هر کی با دشمنی خلق روان است چو بر، زود باشد که سری خیش چو گرداب خورد. خلق به بدی کردنی که آدم‌ها یگان تاش روز دیدگیش نه. برای همین خلق دعای بزرگ است. اگر خلق دعایی نیک کند آدم میسبزد. مولانا میگویند که من این آفاق نهتو را نمیدانم، من این مشاق جادو را نمیدانم، چو طفل گم شدستم در میان کوی و بازار، من این بازار و این کو را نمیدانم. زمین زن آسمان شو، میخورد فرزند و میگرید، من این زن را و این شو را نمیدانم. یکی گوید مرا نیکو، بدم گویند بدگویان، نکوگو را و بدگو را نمیدانم. پشتی ما همین روزا 1000 تا گپ این تو شده است، تونل برفته است، تگ ترمه بمانده است، کیم چی شده است هست پر این آدمای بدهنی بیکار خوجه. هوای به همین گپ معقول بوده. گفتن گیرد ما کم نمیشیم که زیاد میشیم برای که ما دعای شما کتی میگردیم. خدا ما نگاه میکنند. آدم هایی که امروز یک کس بد میکنن، غیبت میکنن، یک گپ به یک جا برده میرسونن، همین شیطانی گری میکنن کو. این خیلی نو گمان میکند که گفته گشتن میگیرد. نه، خدا هست، بالا میبیند. خدا یک وقت تو ساعتش کلی بعد خودش همه آدم ها که حساب و کتاب خدا خودش میکنند. همون دفتر مته اینجا پیشتر بیار بچم. همین شب یک شعر استاد لایق یافتم، شعر نو، یگان تا رحمت، کتاب نیست، برای شما میخوانم. افسوس که اچکی من نگرفتیم. نیست. مایلش چند باشد؟ گردم شما با ما بویه و ارمانی او، ما چاره و درمانی او، دیروز فخرانگیزی او، فردای تابانی ویم. تا تار و پودی جان ما از تار و پودی تاجیک است، در حسرت سامانیان امروز سامانی ویم. فرزند این ملت توی، فرزند این ملت منم، پیوند این ملت توی، پیوند این ملت منم.
صدپاره جانی ورا یک پاره باید ساختن. سوگند این ملت توی سوگند این ملت منم. می یک پاره پرزیدنت ساختم می تاجیکستان، یک همه ما یک شدیم، رها نشد. رحمت برای پرزیدنت یک قرص از اینتون. قومی مروت پیشه، قومی عدالت پروره، قومی اوستا داشته، سر بر فلک افراشته، بر رودکی داده زبان، فردوسی را فری کیان، تیر و کمان بگذاشته، گنج خیرات انباشته. فرزند این ملت توی، فرزند این ملت منم. پیوند این ملت توی، پیوند این ملت منم. تا دین و ایمان دارد و رزق فراوان دارد و تا نیکیش آیین بود، همبال او شاهین بود. کوهی بلندش یک طرف، روحی بلندش یک طرف، کاشانش سنگین بود، آیندهش رنگین بود. فرزند این ملت توی، فرزند این ملت منم. پیوند این ملت توی، پیوند این ملت منم. با سخن، با خیرات، با شرف، با هنر، با سخن، با خیرات، با شرف، با هنر میکنی ای وطن بر عدویت ظفر. جمله فرزند تو، ریشه پیوند تو، خورده سوگند تو، جان فدای تویم، رهکشای تویم، راهنمای تویم. تاجیکستان من تا رو پودم توی، قبله اعتقاد و سجودم توی. با راه دوستی، با راه راستی میروی دلقوی جانب جاویدان. دولت جان و دل، دولت تاجیکان. من برای چی این خواندم؟ آخرش به ما تاجیکانیم، ما تاجیکانیم، ما آریانیم، ما آریانیم. الحمدلله با دین پاک ما جاویدانیم، ما جاویدانیم. اکان هزار رحمت چشم شما درد نبینه. از همین خاطر من این شعرهای برای چی خوندم؟ اینا دین شب یافتم. یک وقت استاد خدا رحمتی من به اینا نوشته دادگی یگون کتاب یگون شاعر خانه‌شون به ممکن نباشد. یکی منبع هست. بسیار چیزای حال منبع هست که استاد لایق رحمتی دادگی منبع چیز شعرهای بزرگه. حال من ایجاد کرده خواندنم در کار. و من همینا من نوروز جهانی برای مردم تاجیکستان و برای مردم خوجندشهر مبارک شد که اینجا به میشد نوروز. از تمام دنیا اینجا میبیان آدما نوروز میگذرونن، از تمام جهان پرزیدنت ها میبیان. خوجند تنتنه میشد، توی میشد خدا خواهد. من یک ماه همیشه به خدا خواهد. کسی من آش کرده جرمزدگی باشد من تیار منم. پنجکه من خیلده اکا آمدید می چطور شما بود شنبه نظمی همه کای یک مهمان کنیم اکا دایما میبید میریدن وقتتون کم مایلشان اکا میبینیم همین کتی با بعد یک سال در دوشنبه میبینی هم آدم یکی اینجا این وقتو نقص شده به خدا. همین بچه ها همین مهمانداری گون جا با جا تیزه که خدا خواهد من امروز عبدالجمیل رحیموف یک اکام تشکیلی سخت کردگی عبدالرحیم اکام حاجی اینجا بختیار جان رحمانویچ برس بلا شگیر عمالی گوسپنده کشته شدین خانهشون با یار جوره ها مول از این جان اکام غفورویچ اینجا از لالی لبت اصل خورم خند خورم از آرزی تو سیبک خوجند خورم از خونه برآمدی چلک در دستم اکید مردا در خاش و چشمی مستت کاسه ای آب شوم نوشید پدر کاسه ای آب شوم نوشید پدر جامعه شاه شوم پوشید پدر
که هرگز نم نگیرد زهی مرد که در دل غم نگیرد و هر یک خانه و در توی باشده الهی هیچ کس ماتم نگیرد شبی تویاتم و افضل شویم آمده یگان دم دم نگیرد قدی زرفشانه گذر میکردم دخترای خوش قدر نظر میکردم منچهی دادگی گلو گلکاریه دردت زنده آوازی بلبل داری در خانه شما روز و بروز توی شود ده ها پیسرانی خوب و دلجوی شود در خانه شما شکر شود قند شود عمری همتان و سعدی پیوند شود در خانه شما روز و بروز توی شود آجی افضل شو پیری سخن گوی شود توی شود توی شود توی شود توی شود شما دیلی من گفتم کو همه شما دیلی من خدایا خداوند همه کتون صحت سلامت بی درد و بی رنج خانکای آباد فرزندکای خوشرو نبیرکای ناز عزت و حرمت بابای سامانیم بابا جان غفوروفم بابای صدرین عینی میرزا ترسنزاده بابای ابو علی سینام امیر سید علی حمدانی همه کاشان همین دایما همه جای همین ویاتون پر باشه هم تو افضل شای عزیز راستگاه تولی چندین سال من این خیلی حضور نکرده بودم همه سرودها را شنیدم در همه معرکه های در تئاتر میشدگی اشتراک میکنم احسان به آن پدر و مادرایی که شما را به دنیا آوردند احسان به آن عائله که شما را پایدار میدارند احسان به آن روحی رودکی که شما را تا به ما آوردند و امروز روحی کمال شما را تربیت کرده ایستاده است من امید میکنم که شما همیشه به شهر خوجند به ممانعت می آیید و در روزهای جشنگیری جشن نوروز اشتراک میکنید چون که میگویند که باز رفتن خورشید ز آمدنش دور نیست گر زندگی دیده و دیدار میرسد ما به دیدار شما انتظار هستیم من پیشکی برای اون گفتم که گپ من نگفته میکروفون نمانید گفتم تیز گپ زنی که کنی گل دبال تیاته خدا داده حیاته گل دبال مرسدس دبابه افزش و گم نیست تشکری زیاد رحمت معلمه عزیز تشکر همسایه شمگی همی خوب فهمیدم بای یک تا دوشنبه به کنسرت هم بود به نزدیکی تالاری فیلارمونی قریب 1500 تا آدم بود بعد یک تا همونجا اینولید آدم خسته گفتن که من آدمی همین کمک مریض کسل گفتن من گفتم من در شما چی خدمت کنم گفتن که یک تا همون کلیاسکایی که برات میبرد همین خیلی خوب شده است تشکیل کرده دادم بعد با چند وقت بعد با هم کس تلفن کردن که من بابام شاعر گذشتگی و شعرهای بابام یک بار دیده برایید بعد با رفته بابا خوردیم خیلی شعرهاشون گرفتم در حقیقت از درون خلق آدم های عزیز آدم های بزرگ
آدمای قدرشناس و مانند همین ایجانم هزار رحمت شما برای سخنهای نیکتان. عمر شما هم دراز شود، خانه شما هم خوشبختی باشد، نبیرهاتون و فرزنداتون. من الهی رسد روزی که آماده خدمت کنم. یک تا موسیقی همین گذری سبزار به وای میکنند که سیرکا میکنند. میدونید خودی 90 باشن این کس. خدا عمرشون دراز. همین کسب ما چند سال پیش انورجان قاسموف حافظی استرادا قاسم جان رهبر چه اکاشون اکای من انورجان کم کتی هر دو رفتیم من سیرک آخری رفتم. سونی در آمدیم مسافت بخوای گفتیم که همین سیرکا من بتید چند قدر چه بعدم همه زوره شدید بعد تو طرفم نیو کردن 25 سالش میتیم گفتن شما بعد برآورده 25 سالش دادن در حقیقت چند شیشه من گفتم من یک بارگی بسیار تگیرم من چون همه اوقاتو به سیرکوی خوجنده البته یا تربه یا پیاز بزده میخورم ولی جلوتکه داروش و لیچی نمیکنه هم خیلی چیزی عجایب که شما هم همون مسافت رفته یافته سیرکو ابیزت نخریدون بخدا سونی وقتی پول دادم به گفتن که من از شما پول نمیگیرم. من گفتم من به پول گرفتم به حقم نیست. شما گفتن کامل پولادی چه گفتن 60 سالگی شاننده آمده فلان سال 20 سال پیش 30 سال پیش بچه یاش بدید گفتن استادتون کتی جربک مرادوف کتی آمده همون نوع توی شما شما خدمت کرده بدید حوالی چون به شما افضل شو پدرتون رئیسی کلخوزی به نام رودکی بودن پنجکیم به من گفتم 100% گپتون توری همون بگفتن پسرم من اقتصال آرزو میکردم که شما یا بینم پگه میبید گفتن من خودم آش میکنم خانه به آشی من خورده سانی دوشنبه میرید من گفتم همین واشنگتن بابای شما گیرید گفتن پگه آش با این در کار میشه مجبور کرد 2-3 تش دادم گفتم نه گیرید کس نگفتم گفتم نه ولی تبرکی ما هم پولامو تبرکی گفتم خلق میگیریم گشته میتیم خلق بعد پگش با آمدیم حقانی آش پختم زیر بکچه کدگی خوجم به یک عادتی زور های تا همون آش تیار شده نشه گشنگی آدم ادا میشده بعد آخر و بعد گیرام میبیم و فیضش دیگه ده همین آدم تیار شده همین آدم تیار کده ثانی آش میتیم یک جا میرید اول شوربه میبرد یا منتو میبرد و گرو میبرد آخر به آش میریش که نمیخورد خیلی قدری آش به نمیرسند دیگه جا بعد اینجا به میرسنده هم سلطکای آورده سیکین مونده زیلین پلنوی مونده سونی آدم خونی جگر کرده خونای تازه کرده بعد آشه میتیم مرحمت گفته ای جانتون نگردم همون موسیقی پگه حال کنسرت بیگانی به من پگه سحری رفته یافته دیده اول پنجشنبه بازار یک تو عینلی کده رفته سونی کسی خبر گفته که تشون یک تا ابیچه آشچه کدنی دیلم هم کس کدیم جورای من همیشون 80-90 ساله ها جونی کنی رحمت قامت از زنات بلا تگیرم رحمت چه جون این مرام شما باشید کنی احتیاط کنید نکو هم تو بوش اومد بخدو رحمت بچه جون من در این دنیا چی دنیا داشتم مخلصانم دوستداران من شما را داشتم دوشنبه بتون فیلارمونیا به یک کنسرت کلان میکنم بعد نوروز اینجا سونی او گرمی شود 3 ساعت راکو همه تون به جای خوب های به خدا پرابلم نیست ما از یک گاستینس ساختم قریب یک 5 اتاج دوشنبه به تگش به رستوران 5 اتاج گاستینس 3 روز من همون پول نگیرد همون کار میکرد دیگه هیچ گپ نه شما رفته به پول همین خانه‌ای میتم نامرای لوکس میتم و چپ و شما رو بید بید شما یه بار بید خواجا بگر پتوفکن استه میتم 15 روز دم گیرید رفته ایش شما کاش که من انتظار شما یا همون کمپیری که من به رومالچه میدادن کو حالی اون کس هم حالی من امروز رفته کفته خبر میگیرم بیگان تا اون کس گذاشتن دیگریشون زنده امروز تلفن کردن گفتن من پاچیم در میکنم بچم که پیشتر بارین رفتن نمیتونم من میرم اون کس خبر میگیرم این گپ مدکچش
рафта хабар гирифтан, пироя дуошона гирифтан, ин савоби аз ҳама қиммат. Якта тоҷику, якта яҳудию, якта o'zbek ҳам ту истодагӣ будем. Баъд гуфтааст ки допустим, гуфтааст шумо ба $1 миллион ҳозиритиян чӣ кор мекунед? O'zbek гуфтааст ки ҳам ту теппага тайлайман, гуфтааст то аввал кружочек мекунам, дурни круг ба ғалтагиш худам мегирам, берунангиша касе ки гирад. Тоҷик гуфтааст ки ман кружочек мекунам, мепартом, берун ғалтагиша худам мегирам, дурун ба ғалтагиша ягон кас ба хайр мекунам. баъд яҳудӣ ба гуфтем ки акувай доно ку ту чӣ? гуфтааст кружочек чӣ дар кор? Ман мегӯям худо ҳамин $1 миллион ман ба додимӣ, гашта худат гир мегӯм, мепартом. Гирад мегирад, нагирифтагиша ман ҳамаша мегирам. барои ҳамин доногия дидедми? мо ҳар сол Исроил ба мерем, 3 бор, 5 бор, 10 бор ман мерам. Америка мерам, консерт метам, яҳудиёи Бухороба. аз хуҷандам яҳудиё ҳастанд, бачаҳо, зӯр бачаҳо. Иззатур, изик ако якта ҷӯрем ҳастанд, бародарам. бо онҷа Алик ҳаст, ҳамин хуҷанд рафтаги Изроил ба бачаҳои зӯрда. баъд мегӯяд ки лафзошон ҳамин хуҷандича када гап мезанад. ҳамунҷа баям ҳозирам. Саъди Хаимов ҳастанд, ҳамкурсам. офизи наз будан ва ё падарашон директори музикални школа будан, Хаимов. ҳамин одамо мо онҷа ба консертҳомо ҳамин хеле пур мешавад. баъд мегӯям ки дар бораи яҳудиҳо ягон чӣ гӯед? баъд хеле мековед, ягон чӣ одоб кади гуфтан накунед, то ваям хафа нашавад, ҳам ханда кунад ва ҳам хафа нашавад. баъд ман гуфтам ки дута яҳудӣ ҳамин ҷанг ба рафтосиям, ҷанги бузурги ватанӣ ва за Сталину, ин ҳардишон за Сталину, за родину, за родину, нада будид умрём гӯдага, инаш гуфтааст ки Абрам гуфтааст, намни туда гаштааст. бо якти дига яҳудия командир гуфтааст ки рафта мана фалон деҳаба тақсим када биё, 100 та он хелин вай метиҳан ку разведка ба мефирстонан листовка. ин дута ҷуҳуд рафтиян яҳудиёю гашта наомадиян. 3 рӯз 4 рӯз гум командир гуфтааст ки ино раҳба калом, ино як кушт, ягон мина зад, ягон танка, ягон немис кушт биноя. зиқ шудааст командир ки 5-ум рӯз ба омадиян. где вы были? гуфтааст что такое? куҷо рафтед он шумо? гуфтааст ки командир гуфтааст базур, гуфтааст 5 сӯми фурӯхтем, гуфтааст 100 та листовка. даври ҷанганда листовка бурда фурӯхтагида пул кардаги.